سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال من آتوسا خوش اومدید. این اولین ویدیو کانال یوتیوب ما هستش و ما تصمیم داریم که جاهای خوب ایران، حالا خارجیش و همه جا رو به مرور زمان به شما نشون بدیم. الان هم از لاهیجان شروع کردیم که نیم ساعتی رشت هستش. یه مرداب خیلی خوبی که تو این فصل بهار مثل اینکه خیلی جذابه و یه سری گلای خیلی خوب و اینا داره. حالا میریم همه رو بهتون نشون میدیم. الان منتظر که از دوستامون که بیاد. یه سری از دوستامون هم از سمت ساکن انزلی هستن و از انزلی دارن میاد. دست نمیاد تو صورت من. باشه نمیاد. پس با ما همراه باشید. الان اومدیم دوستامون رو پیدا کردیم. گم نشده بودیم. آره. اینا گم شده بودن. بعد دیگه داریم میریم دیگه. خوشمزه است؟ تست نکردم. از اون بپرس. از آقای شماره 2 بپرس. شما چرا پاسخ ندید اینستاگرام؟ بله خوشمزه است. تالاب سوستان برای 100 سال پیشه که قبلا مثل اینکه 100 سال پیش روستاییای این محل اومده اینجا رو حفر کردن. برای چی؟ برای تامین منابع آبیشون، برای شالیزاراشون اینجا رو حفر کردن. کلمه سوستان هم از کلمه سیستان، به گیلکی سیستان هم بهش میگن. یه جایی که مثلا آب و سنگه، مثلا همچین معنی داره، ولی خب خیلی قدیمیه، 100 سال پیشه. ولی چیزه، ولی یه چیز قدیمیه. الان با آب بارون. آره دیگه الان هم دیگه چون اینجا کشاورزی انجام نمیشه آب بارون پر میکنه و بهترین فصلش هم فصل بهار و تابستونه. اون تابستون که اینجا گلای نیلوفری رشد میکنن. ببینید خیلی قشنگه. اومدیم نونوایی آقای دهکردی اطراف لاهیجانه، ولی با هزار مصیبت پیدا کردیم و ایشون هم
آقا با اجازه قربون شما کافشونه. آقا خسته نباش. خسته نباش. نودش سالمه ها. ببین از آرد کامل گندم، ماست محلی، شیر، روغن آفتاب گردان، خمیر خوش، دانه های گیاهی کف کامل سیاه دانه، کنجد سبزی خوش زشت. این سالمه دیگه. همین بگیریم سر. 10 کافیه. نه خوبه. چون نونه فکر کنم سالمه. همه رو امیر بردار. آقا بر ما هم بذار. یه دونه هم تست کنم. اینو وقت خودم برم. 15 هر دو تا قرصش یه صبح تا بعد از ظهر شما سیر نگه می‌داریم بدون هیچ غذایی، یا یعنی پنیر و اینا نه، خود خالیش. و نان تافتون هم که داریم خشکم هست که اونم باز ورزشکارا یا هم ورزشکارا زیاد میبرن این رو، هم دیابتی‌ها، هم مشکلات گوارش دارن، هم کسایی که گرفتار ریزخواری ان میبرن، هم کسایی که مثلا دوست دارن آب گوشت آب خیار و اینا بخورن، هم در واقع به عنوان مثلا همینجوری خالیش با مثلا ماست چکیده خوشمزه است. اونو داریم. الان فکر می‌کنم یکی دو بسته مونده باشه اگه اشتباه نکنم. خب ماندگاریش هم که 4 ماه میمونه اگر رطوبت نرسه بهش در حال زمان. چیزای مزه مثلا دیپ و اینا این خوشمزه. بله. خیلی. دستتون درد نکنه. مرسی. من ترجیح دادم تو 916 گذاشتم که بتونی استوریش کنی. 3 2 1 تشکر. مرسی. بیا دیگه اینجا. امیر اونجوری انجام بده. مثلا امیر. نه بله. امیر. نذاشتی جدی باشه. جدی باشه. بچه دمتون گرم. خوش سابسکرایب گولن روشن کنید، اون لوزیه رو بزنید، کامنت بذارید و بیاید. As the chemicals that take us higher, the night's young, it is just